دوستان عزیزم سلام عرض میکنم. بعد از اینکه چالش چای ولرم رو تقدیم کردم، بعضی از دوستان پیام گذاشتند که ملت ما یاد گرفتند که تا پول کلان ازشون نگیری و نیان ثبت نام کنن یه جایی و اون برنامه های رژیم های غذایی اونجوری رو براشون شروع نکنی، باور نمیکنن که در دوروبرشون و اطرافشون کار کوچیکی هست که اگه انجام بدن تأثیرش کم از اون رژیم های غذایی که من اونها رو هم رد نمی کنم نیست. کاری که من شروع کردم بر اساس یک متدولوژی علمیه، خیلی هم ساده و پیش پا افتاده است. کاهش قند در رژیم غذایی. یکی از دوستان لطف کردن نوشته بودن من با چالش چای ولرم عملا افتادم تو ترک. واقعا اگر ضررها و زیانهای قند رو بدونیم کم از مواد مخدر شاید نباشه و بد نیست اتفاقا این عبارت رو برای قند هم استفاده کنیم که بیفتیم در یک ترک. همه ما فرقی بین جامعه پزشکی و مردم عادی نداره، خیلی مصرف قندمون بالاست و یک کار ساده این بود که من دیده بودم تو مهمونی ها، تو جشن ها، تو جلسات، خودم حتی شخص خودم که وقتی داریم چایی میخوریم همچی که داغ چایی هی باش قند میخوریم، شیرینی میخوریم، نمیدونم شکلات میخوریم و چیز شیرین، نبات، و مصرف قند همینطور میره بالا. خب قند که بالا بره ثابت شده دیگه وزن هم بالا میره. اگر ما قند رو بیاریم پایین وزنمون هم کاهش پیدا میکنه، چربی هامون هم کاهش پیدا میکنه. چالش های دیگه هستا. این اولین چالشی بود که من خدمتتون عرض کردم و چالش های بعدی هم باید بره تا ما بتونیم تو این 10 تا چالش که تعریف کردیم 10 فرهنگ اشتباه رو از زندگی خودمون بیاریم بیرون و سلامتی رو جایگزینش بکنیم، بدونی که پرداختی داشته باشی، بدونی که پولی پرداخت بکنی، بدونی که از جیبمون پولی بره، حتی سیو میشه. یعنی ما میتونیم با این کارمون هزینه زندگیمون رو کم بکنیم، یه پولی رو اندوخته بکنیم. چالش دوم رو هم شروع کردم، بعضی دوستان جدیش گرفتن دارن میان پیش و اون اینه که صبحانه‌تون رو صبحانه شیرین شروع نکنید دوستان من، با چای شیرین، با نمیدونم عسل، مربا، کره، اینها، نمیدونم نون تست و شیرین و مربا و اینها. سعی کنید چای صبحانه خودتون رو با یک صبحانه بدون شیرینی، با نون کمتر، نون و پنیر و گردو، نون و پنیر و گوجه و خیار، نون و پنیر و سبزی خوردن تازه، چیزایی که خیلی هم اشتهای شما رو بیشتر میکنه. سوپ، انواع سوپ ها، انواع آش ها، هیچ اشکال نداره و شروع کنید. از یه جایی شروع کنیم که این همه مشکلات آماری که داریم تو سرطان ها و نمیدونم غیر و ذالک کم بشه و 10 سال آینده زندگی 10 سال بهتری بشه انشاءالله. من خدمت همه شما ارادت دارم و حمایت شما رو هم میطلبم. بدون حمایت شما کاری نمیشه کرد. من باید با شما این راه رو پیش برم و شما با من و نتایجش رو هم با هم دیگه مرور کنیم. هم حالا دارم چالش چای گرم، چای ولرم رو براتون نتایجش رو میدم و اصلا تعجب برانگیزه دوستان که از خودم گرفته دارم میگم هلوش 2 کیلو گرم وزن کم کردم و سعی کردم چالش های بعدی رو خودم شروع نکنم تا معادله به هم نخوره و ببینیم هیچ چالش ها چقدر تاثیر در زندگی ما خواهد داشت. انشالله که موفق باشید و همه جا و هر جا که هستید تابع نظام سلامت درست باشید. از سایت ها و وبسایت ها و صفحه هایی مطلب رو بگیرید که علمی هستند و دلشون میسوزه برای سلامتی آینده مردم و راه درست انتخاب کنید. مخلص شما هستیم. خدا نگهدار.